به نام خدا. این شهاب سنگ یه تکه شهاب سنگ نادره به نظر خودم نسبت به چیزهایی که تو یوتیوب دیدم و تو گوگل دیدم. چیزی که من دارم نایابه و کلا همون شهاب سنگ الماسه به قول شما سنگ شناس. این تیکه ها رو ببینید قهوه‌ای، کلا اگه اینو مثل یه کوه حساب کنیم نگاه کنیم، این تیکه ها قهوه‌ای که زده بیرون بعد از هر نوری از هر رنگی داخل این هست، سبز و به قول شما اثر انگشت. حالا من رنگاشو پشت سر هم عوض میکنم دیگه. زوم هم زیاد نمیتونم کنم، هرچی زوم میکنی تصویر بدتر میشه. نگاه کن همه جای این سنگ درخشه و هر جایش یه رنگ مختلف هست. اون جایی که به حرف کارشناس گفتید من بریدم یه تیکه ازشو، آره همونه، داخلش پرنورتر و شفافتره. اینجا این خاکا رو من هنوز خوب نشستم، زیر خاکا یک رنگای فوق العاده زیباییه. فوکوس نمیکنم قشنگ. وایسا قشنگ تصویر بگیر اون رنگ و اینا. این سنگ رو ببینید کلن این یه تیکه رو دیدید، یه تیکه نقره، یه تیکه آبیه، معلومه دیگه آهن بودنش. ساعتش سوخته است و آهنه. بعد تستای شهاب سنگ رو کلن گرفتم ازش، آن ربا رو فوق العاده جذب میکنه، رو نشونتون میدم. مغناطیسش خیلی بالاه. به نظر این شهاب سنگ الماسه و یه شهاب سنگ نادر. انشالله منم بچه دادم اینجا خونه من با یه تپه باسانی 50 متر فاصله داره. اینجا خونه می ساختم، فونداسیون خونه رو کندم، به یه قبر خورد، قبر گبر. 6 7 سنگ اونا دیگه دیدی بقیهشون مخصنشون 6 7 سنگ نادرن تو دنیا. حالا بقیه هم توضیح برای ایتی که صورتی هست که شما چی میکنین خودش داره. نگاه کن تیکه صورتیه رو، تیکه های صورتی نیکل حالشون. تیکه ریزم داره امروز. حتی یه مقدار موقع که برشش دادم خاکشم نریختم دور، چون میدونم که خاکشم چیه، الماس سیاهه. ببین عمق اون سوراخ ها هر کدوم میدرخشه به یه رنگ عجیب. این یه تیکه کوچیکشه. بعد اینم آهن ربا، این آهن رباه
علاچی هم براتون میارم، قطن همارم کامل اینا به زور کنده میشه. نگاه کنید به آهن روا میچسبه کامل بهش. تیکه بزرگش آهن روا